یکی. دوم مانا فاسأل بهی درخواست کو، فاسأله بی با زاید است. فاسأله درخواست کو از الله متعال، او تو را اللهی که خبیره خبردار داره حاجت های تو را، نیازمندی های تو را، تکلیف های تو را، مشکلات تو را. از امو خاطر تنها سوال از الله بکو، از کسی دیگه نکو. هیچ کس. چرا؟ رحمانوست، مهربان ذات. از او کده کسی مهربان دیگه پیدا نمیشه. الرحمن است. وسیله مسیله کار نداره. مردم ها که میگن ما خیلی گناهگار هستیم، این رویدار است، کلش گپای غلط خلاف قرآن است. نیسته. نه رویداری از او را معلوم میتانی. از الله کده کسی رحمان نیست. از او خاطر الله میگه چیست؟ الرحمن، و الله مهربان ذات است، مهربانیش عام است، زیاد است، کلگی را فرا گرفته، کل کائنات. فاسأل به درخواست کو از الله متعال، او تو اللهی که خبیر و خبردار است، کل نیازمندی های تو، مشکلات حاجت های تو را میدانه. چرا از دیگه کسو سوال میکنی؟ امروز ببینی حالات مردم ما در کدام طرف رفته، از کی دعا طلب کرده رایسته. در معنای اول که گفتیم که بهی به معنای عنه است، در مورد رحمان شما از یک کسی که خبردار باشه سوال بکنه. بزرگترین خبردار در مورد صفات الله پیغمبران علیهم السلام می باشه، یعنی محمد رسول الله. او زیاد علم داره. چرا که علمی او از طریق وحی است، و علمی که از طریق وحی باشه او حق است، خطایی نداره. از او خاطر در صفات الله، در مورد صفات الله متعال امو عقیده امو تفسیر داشته باشیم که از رسول الله و صحابه بر ما نقل شده. خیر و خلاص، زیادت نمی کنیم. خود در اینجا اشاره به گپ دیگه هم است. او گپ کدام است؟ الله متعال بر ما میگه که رجوع به سوی کسی بکنه که خبردار باشه. سوال میشه از کسی میشه که او معلوماتی کافی داره، از هر کس نمیشه. از او خاطر در مورد صفات الله از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم تو باید معلومات بکنی. آیا غیر از آل پیغمبر علیه السلام خو وفات کرده، آلی چی بکنیم؟ از کی سوال بکنیم؟ بله از علمای دین، او کسایی که علم قرآن داره، اهل ذکر است، اهل قرآن است، معلومات کافی در مورد کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم داره. از وا سوال بکنه، پیروی از اقوال از وا در پرتو کتاب الله و سنت رسول الله، در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله. لیکن اینطور فکر جمود انسان پیدا نکنه که پیروی یکی از مذاهب سری خود لازم بگردانه، خوشکوتر از او را بپذیره، روان باشه. هر چیزی که مذهب گفتم امیر قبول دارم، قطعا گپ نادرست است. ما مامور به پیروی کتاب الله و سنت رسول الله شدیم، به کسی دیگر نشدیم. بله در مسائل اجتهادی، مسئله اجتهادی می آید، من معلومات دایت ندارم، عالم میفهمه مسئله را میفهمه، آل دیگه اجتهاد از او را قبول دارم، مسئلهش قبول دارم. خود در پرتوی چی؟ در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله. هر قول در کدام مسئله که اجتهادی است، قول هر علمی که قرین و نزدیک به کتاب الله و سنت رسول است، اون امور میپذیریم و این را تقلید نمیگه، این را اتباع میگه. چرا از روی دلیل قول از او را قبول کرده. هیچگاه از کسی پیروی بدون از اینکه قولش با قرآن و حدیث سازگار باشه پیروی نمیکنی. تا وقتی که سازگاریش معلوم شه، بعد از اون تو پیروی میکنی و این را اتباع میگه، نه تقلید. تقلیدی را میگه قبول قول غیر بلا دلیل، دلیل نداره، معلوم نیست قرآن و حدیث گفته و نگفته، خلاص تو پیروی بکو. حالی مردم میگه که عوام نمیفهمه، ما چی کنیم؟ عوام نمیفهمه، به عالم رجوع میکنه. خدا کدام عالم؟ هر کسی که عالم قرآن و حدیث است، دل در افغانستان هستی، در لندن هستی، حنفی خود لندن پیدا نمیشه، چطور میکنی؟ در اندونزیا پیدا نمیشه، اون چطور میکنی؟ در مالزیا پیدا نمیشه، چطور میکنی؟ تو یک شخص حنفی رفته اونجا کار میکنی. اگر تقلید یک مذهب لازم کرده اونجا، از کی سوال میکنی؟ نه صحابه کرام التزام کرده، نه تابعین کرده، نه تابعین کرده. این مسئله مذهبات صده چهارم شاه ولی الله محدث دیلوی در حجت الله البالغه میگیره. در اونجا مردم فقط در یک جای یک عالم شهرت پیدا کرد، اقوال از او قابل تایید مردم شد، الا برو دنبالش. اما زمانی که مخالفت قول ازی با امرای حدیث آمد، ترک میکنیش، میروی در طرف دیگه. الحمدلله امروز علم پیشرفت کرده، او زمان سابق نمانده. ما آنقدر سهولت آمده که هیچ پرسان نکن. احادیث جمع شده، حکم احادیث بر ما بیان شده، کی صحیح حسن ضعیف کلش بیان شده. زمانی که حدیث پیغمبر ثابت شود، ولو که قول امام مالک رحم الله باشه، امام شافعی رحم الله باشه، امام احمد ابن حنبل یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم، از هیچ کدامشان قابل قبول نیست، وی توصیه خودشان است.
در سیدیا باز ببینه که اونجا ما اقوال نقل کردیم از کلی از یا که هر کدامشان توصیه و پافشاری سریزی کرده که دنبال من نبه، کل اقوال ما را نوشته نکنی، فتوا نده تا که مدرکش معلوم نکرده باشی. عجیب است امروز وقتی خود از یه توصیه را کرده ما از کجا میکنیم که نه دنبال هم یک نفر برویم. و دیروز براتون گفتم که تقلید ریشه فساد است، در بدری است. چرا تو را کور و کر میسازه، نمیگذارد که کتاب دیگه کس مطالعه کنی. از همون خاطر فقط هم یک کتاب مطالعه کرده رایستی تو میگی دین کلش همیج است، حالان که در اونجا خیلی گپ است. سوالی است اماما خو مخالفت حدیث نکرده، بالکل اماما به قصد مخالفت حدیث نکرده. ما یقین داریم، گمان نیک سرش داریم، مجتهدی است، ولو که خطا شده باشه الله برش یک ثواب نوشته کرده، بالکل. لیکن معصوم نیست. اگر تو میگی کل مسائلش حق است، گازی میدان هر 4 فقه را بگذاره، هر 4 فقه، گرچه احمد بن حنبل رحمه الله خودش فقه جور نکرده، شاگردایش و بعد از او متابعینش در روشنی اقوال از او مسائل جمع آوری کرده، خودش فقه نوشته نکرده، کتاب حدیث نوشته کرده، مسند احمد بن حنبل بزرگترین کتاب در حدیث است. و میگفت که کسی را تقلید نکنه، خودش چیغ میزد. لیکن آیا در کتابای از یا همینطور مسائل است؟ بله، اینطور مسئله هست که تو را بگویم بیخی زوف میکنی، زوف. کتاب الله را با پیشاب نوشته کردن، کتاب الله را با خون نوشته کردن برای استشفا، و این را موضوع اتفاقی مذهب بدانه، چطور میکنی؟ دیگه مسائل بگذار، تناقضات و گپا. ما نمیگیم که امامای و مخالفت حدیث به قصد کرده، قطعا نکرده. و یکی کلی مسائل از اماما نیست، کلی مسائل از اماما کی ثابت میکنه کلی مسائل از اماماست؟ پشتی سر در قرنای اخیر هر کس دنبال روی یک مذهب خود گرفته، شافعی، حنفی، مالکی، کتاب نوشته کرده. چطور کنیم؟ یک مثال آسان در پیش هر کس پیش میتونه، خلاصم کتاب حنفی است و در افغانستان به شد اومد خوانده میشه. بعد از فارسی کتابای فارسی اولین کتابی که در عربی خوانده میشد در فقه چی بود؟ خلاصه را ما قبول کنیم؟ پدری ما قبول نمیتونه، قبول کنیم کافر میشم، بالکل کافر میشم. کسی که سنت رسول الله را حرام بگه کافر میشه. اشاره به انگشت ایره حرام گفته که اهل الحدیث. خو آمین بالجهر در حدیث متواتر ثابت است، ایره حرام گفته. ما چطور گپی از ویره قبول کنم؟ میتونم قبول کرده؟ تو بگو برم. اگر میگی اختلاف عجیب است، شاگردای امام صاحب کتاب فقه را که میخوانی خلافا لنبی یوسف، خلافا لمحمد، خلافا لزفر، خلافا لحسن ابن زیاد، کلش خلاف. او اختلاف بد نیست، ما که اختلاف میکنیم روی دلیل و سند، ای بد است. از کجا؟ نکنه مردم به گمراهی نکشانه، مردم طرف کتاب الله و سنت رسول الله دعوت بده، به نام مذهب گروه ها جور نکنه. کلگی تابعدار کتاب الله و سنت رسول الله است. اگر در امریکا زندگی میکنه، اگر در سر چین، اگر در افغانستان زندگی میکنه یا در عربستان، کلگی پیرو کتاب الله و سنت رسول الله است. امت یک امت است، هیچ فرقواریت قطعا در امت وجود نداره. ولا مسئله اختلافی است، مسئله اختلافی را بشینه، نه ملا صاحب بشینه. کتاب الله و سنت رسول الله موجود است یا نه؟ قرآن هم امر کرده و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول. فقط قرآن برات امر کرده بیکی رجوع کنیم. خلاص، نه ما پافشاری سری قول خود دارم، نه تو. چیزی که کتاب الله و سنت رسول الله ثابت کرد راه و منهج ماست، خلاص همین دین است. لیکن گپی است که موقفم از بین میره. سالا مردم به بدعت دعوت دادیم به نام سنت، امروز میره بدعت اعلان کرده نمیتونه. از او خاطر پافشاری دارم، چند بالا که در اینجا چسباندیم که نه، حالی که اگر کسی حق میگه آسان گپ از تاپا بزن خیر و خلاص، در میدان هم حاضر شده نمیتونی که کتاب الله و سنت رسول الله را پیش کنی. پدری کس حاضر شده نمیتونه، در مقابل حق کسی حاضر شده نمیتونه. بیرون و چیستا پشتی سر تبلیغات بکن، اینطور هستن. چیست؟ مردم یک کمی غیرت نداره. مردم غیرت داشته باشه هر ملا را در جای ما کم میگیره. این موضوع را گفتی بدی سندیش بیانش بکن. همین ملا که اینجا بیان میکنه یک نفر در مقابلش خب بخیزه. تو که میگی کدو اینطور شاهدی داد، این در کجاست؟ در حدیث آمده؟ در کجا؟ تو که همین چشتی میگی طریقه، این طریقه چی است؟ اول همین حکم میشه برای ما بگو، فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است.
تو امیره برای من بکشته اینقدر کتابای حدیث تدوین شده. مسئله بیت الخلا یک کتاب حدیث بدونی باب بیت الخلا نیست. کتاب باب آداب بیت الخلا هست، ایرا در حدیث جمع شده. طریقه تو چرا نیست؟ نقشبندی و سهروردی چرا نام مانده ای؟ ابو بکری و عمری و عثمانی بان از کجا پیدا کردی طریقه را؟ مردم بیچاره همونطور نشسته است خلاص. دلت اصل علت کجاست؟ علت است که از کتاب الله دور هستیم. دین روز گفتیم که الله کتاب الله را معیار مقرر کرده در به خاطر چی؟ فرق در بین حق و باطل، رای درست و نادرست. الله کتاب الله را تو در کتاب الله بشین، باز بعد از او گپای او مردم برات واضح میشه که گپای چیست. قرآن برات میگه و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، زمانی که گفته میشه برشان که سجده بکنه برای ذاتی که همه کائنات از اثر رحمت از او به وجود آمده، رحمتش عام از کل کائنات فرا گرفته. قالوا ای بدبختا از روی جهل عناد و سرکشی میگه و ما الرحمن، و رحمان کیست؟ رحمان کیست؟ نمیفهمه بدبخت که وجودی ما اثر رحمت الله، کائنات اثر رحمت الله، یعنی رحمان است، اما ذاتی که همه کائنات از اثر رحمتش به وجود آمده. انسجد لما تأمرون، آیا ما سجده بکنیم برای آن چیزی که تو امر میکنی ما را که نمیشناسیم شه؟ و زادهم نفورا، زیاد کرد این امری سجده برای از یا نفرتشانه یک دم همیطور شاخ کشید. سجده عبادتی است که هر انسان متکبر باشه سجده نمیکنه. چرا؟ ایره حقارت خود میشماره، ایره بسیار سبکی خود میشماره. از امو خاطر سجده به جز از یک الله متعال به کسی دیگره، خصوصا سجده عبادت. سجده عبادت ایره میگه که طمع ثواب داشته باشی، خوف عذاب از او داشته باشی و بسیار کمال عاجزی و کمال چیره اظهار ذلت برای الله بکنی و الله را معظم بدانی. ایره سجده عبادت میگه، به جز از الله متعال به کسی دیگر جایز نیست. در امتهای دیگه سجده تعظیمی برای دیگران جایز بود، اما در شریعت ما سجده تعظیمی هم نیست. ولی امروز به خاطر پیری که لا اله الا الله را به الله قسم اگر ترجمه درست کرده بتانه، مولوی میاد با لنگی سفید کلانی خود در پای از او سجده میکنه، در پای از او سجده میکنه. از کی گله کنیم؟ همون مولا باز امامی مردم است، خو مردم ها را در کدام طرف میکشه؟ خودش به یک انسانی عاجز که یک دقیقه بعد اگر در رودش یک تو بخوره باز دیگه طرفی دکتر میدوه، 24 ساعت چیزی وقتش در تشناب تیر میشه. برای از او عاجزی کرده سجده کرده رویسته. آخر الله متعال چی بگوه؟ لیکن کافر که کافر است از سجده بد میبره، خود کلان میتراشیدن که ما نعوذ بالله خود سبک نمی کنیم. ما با الله چرا سجده بکنیم؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دهنده است تو ذاتی که گردانیده فی السماء در آسمان یعنی در فضا، بروجا برجاره، و جعل فیها گردانیده در او سراجا چراغ و قمرا مهتاب منیرا روشن کننده. الله متعال بعد از این بیان میکنه تصرفات خود در فضا که چه قسم الله متعال را مزین کرده برای انسان باید از این دلیل بگیره بالای از که یقینا عبادت خاص است برای الله متعال، حق عبادت دیگه کس نداره. از خاطر پیش الله متعال برای ما و شما برکات خود بیان کرده بود که همه چیزها را پیدا کرده. آلی برکات روحانی را برای ما بیان میکنه، معنوی را. الله برکات معنوی را بیان میکنه. چرا؟ به خاطری که الله قرآن را نازل کرده، در آسمان ها بروج و گپا را مانده برای منفعت انسان، و بعد از او الله بندگان خود مکلف کرده که چه قسم زندگی بکنه. الله متعال وقتی که آیات کونی را ذکر میکنه، آیات کونی ای را میگه که در نظام الله در کائنات چیزی تعلق داره، آیات کونی میگه. در این آیات کونی الله متعال همیشه امور روش اختیار کرده که عام فهم باشه، در نظر سطحی مردم که کدام چیزی معلوم میشه امون نکته را بیان میکنه، پشت باریکات نمیگرده که باریکاتی امی کائنات بیان کنه که اینطور است یا اینطور فلسفه داره. فقط منفعت ظاهری عام فهمه الله بیان میکنه، یعنی آن چیزی که مقصود است و قابل فهم است انسان از او استفاده میتونه، امو نقطه و امو گپش بیان میکنه، دیگه پشتش نمیگرده. آسمان برای ما بیان که سقف محفوظ است، اما نگفت از چی جور شده، چه قسم جور شده، چند فوت داره، دبلیش چقدر است،
پهنیش چقدر است، طولش چقدر است، چقدر چند پایه داره نداره، این گپا را قطعا الله متعال چی نمیکنه که شمارش برای ما بیان کنه که این قدر پایه داره. برای ما امون نکاتی که ارزنده است و به انسان مفید است اونمو را بیان میکنه، ماهیتش برای ما بیان نمیکنه. بله توسط پیشرفتای علوم جدید میشه بعضی اکتشافات و معلومات در مورد مسائل کونی چی به دست بیاید. مثلا فضا را الله متعال سقف گفته بود، چی رقم سقف است، کیفیت ازی چی رقم است. پیشرفت علوم ای را ثابت کرد که سقف الله طور گردانیده که اونجا از فضا سنگایی که خطا میخوره نمیتونه که در زمین اصابت بکنه. الله متعال اونجا در فضا ایطور ماده ناری و سوختنی را پیدا کرده که همه سنگا که میایه یک دم خاکستر میگرده، نمیشه که این در دنیا بیایه. الله متعال را سقف جور کرده، توسط تحقیقات جدیدی معلومات میشه. البته در آیات کونی، آیات متشابهات نه. یک عالم ما چی میگه؟ آیات متشابهات معنایش خو معلوم نیسته، واضح نیسته، خب پیشرفت علوم واضح میشه. و دوڑی خور تو فرق بین متشابهات و کونیات بکن. پیشرفت در آیات تکوینی میشه، نه در متشابهات. متشابهات معنا و مقصدش غیر از الله متعال دیگه کس علم نداره، او توسط پیشرفت علوم نمیشه اکتشاف. فرق کده برو دیگه. این جمع یار آیات کونی میگه. آلی توسط پیشرفت علوم بسیار گپا برای ما و شما واضح شده. تبارک الذی برکت دهنده است ذاتی که جعل فی السماء گردانیده در فضا بروجن برجاره. مراد از این برج ستاره کلان است، سیاره ها که ما برش میگیم. یک ترجمه. دوم ترجمه گردانیده بروجن یعنی سنگرها یا مرچه هایی که ملائک که او چوکیداری میکنه ملائک در اونجا، ما و شما او را جای ترصد میگیم. یا مراد از بروج او در منازل آشکارا شدن ستاره هاست، منزلایی که ستاره دوش آشکارا میشه. ما و شما ما را میبینیم یک دفعه برای ما معلوم میشه، کم کم کلان شده خب کلان میشه، باز کم کم شده میره، آلی در حالت کمی است. و جعل فیها سراجا گردانیده دمی فضا سراجا چراغ. مراد از پیشش آفتاب است. آفتاب چراغ به خاطر گفتن که از استفاده خیلی زیاد میشه، مثل که از چراغ استفاده میشه. و قمر منیرا و آفتاب مهتاب خیلی روشن کننده. اینا الله متعال در اینجا اشاره به این میکنه بندگان صالح که پشت سر صفاتی بندگان الله متعال بیان میکنه، اشاره میکنه. مثل که فضا را بالا را الله متعال مزین کرده توسط 3 رقم چیزا که یکیشام چی شد؟ ستاره ها، دیگه آفتاب، دیگه مهتاب. روی زمین الله متعال توسط بندگان صالح خود مزین کرده. این دنیا که آباد است به این خاطر که الله متعال در اینجا صلحا را پیدا کرده. مثل که امو در فضا 3 قسم چیزاست، فواید از او متنوع و مختلف است. بندگان صالح هم در روی زمین عیناً مثل از واری فواید داره. کسی مثل آفتاب بارست خیلی فایدهش عام است، کسی به مثل ستاره هاست که مردم چیز سر راه و تاریکی را سرش پیدا میکنه، مثل که سری تاریکی پیدا میکرد. او کسی به مثل مهتاب باری است که خیلی روشنی زیاد نداره، کمتر داره. بندگان صالح الله متعال در روی زمین همین قسم صفات دارا هستند. و هو الذی الله ذات است جعل اللیل که گردانیده شب و النهار روزه، شب و روز گردانیده. خلفتن دو ترجمه میکنیم. خلفتن جایگزینی یکی از دیگه که جایگزین شب روز میشه، از روز شب میشه، جایگزین گردانیده. یک ترجمه. دوم ترجمه و هو الذی الله ذات است جعل اللیل که گردانیده شب و النهار روز. خلفتن مخالف، یکیش تاریک است دیگهش روشن، یکیش سرد میباشه دیگهش گرم میباشه، یکیش دراز دیگهش کوتاه‌تر میباشه. این کار تصرف الله متعال است. سوم ترجمه و هو الذی الله ذات است جعل اللیل که گردانیده شب و النهار روز. خلفتن بدل یکی از دیگه، جانشین یکی از دیگه که کدام اعمال تو در یکیش انجام ندادی در دیگهش انجام بدی. از همون خاطر در حدیث مسلم میه در اونجا پیغمبر علیه السلام میفرما ان الله عز وجل الله متعال یبسط یده فی اللیل، دستی که لایق شان الله متعال سوره دراز میکنه، میگسترانه. به خاطر چی؟ در شب لیتوب فیه مسیء النهار، کسی که کاری بد کرده در روز او توبه بکشه، الله متعال دست که لایق شانش است او را دراز کرده، لیتوب مسیء النهار.
و چیسته یبسط یده فی النهار، در روز دستی که لایق شان الله متعال است او را بگسترانه، لیتوب مسیء اللیل، کسی که شب گناه کرده،